روز بخیر دوستان عزیز. در حقیقت ایران یعنی کمی جای فوق العاده، جای خصوص بسیاری بد بوده، به حد بسیار بوده که اصفهان در این عین حال شکردی. اصفهان هم شهری زیبا، هر کی جای میریم باور که جای خشوع، جای زیبا. این رو ببینید لوای آبش چقدر فوق العاده. اینجا عریقچه رودچه، یک رودچه که این چقدر فسان. با برآمده میدان میریم با قفای کار، قفای تماشا، قفای بناورگیری. ما خصوصا آمدیم که بین فارس زبان‌ها ده نشان بدیم چقدر زندگی دارن، چقدر سالهای پیش زندگی میکردن. نیتمون همیه که همین متحد شدن فارس زبان‌ها. میریم حرکت میکنیم، زنده و سربلند باشیم. یا آقای علی چی گفت؟ گفت اصفهان که آمدی با یک اصفهانی نگردی، گفت درد اینو میخورم. حالا بذار یه چیز در مورد اصفهانی بهتون بگم که بدونید. خب اصفهانی به چی معروفن؟ میگن به شایعه کردن، به خساستشون معروفن. خب در صورتی که از اصفهانی لارشتر پیدا نکن، جریان خساستشون هم نمیدونن میدونید یا نه؟ نمیدونید. حالا اینو بهتون میگم که دفعه دیگه کسی گفت بدونی جریانش چیه. اصفهان از زمان شاه عباس که این میدون شاه رو درست کردن که حالا شما بهش میگی میدان امام یا نقش جهان، ما اصفهانی میگیم میدون شاه. خب اینجا تمام دنیا میومدن توی میدون شاه، از اروپا و هندوستان و هست همه جا میومدن اینجا. بعد گفتن اگر میخوای اصفهان نصف جهان ببینی باید اصفهان ببینی، نصف جهانش از اونجا اومده. وقتی اصفهان هم خیلی آب داشت دیگه، خیلی باغ و اینجور چیزا داشت و همه میومدن اصفهان که اصفهان رو بگردن. اگر هم دقت بکنی اطراف اصفهان خیلی کاروانسرا هست، خیلی. و اصفهانیان برای اینکه مثلا اینا مردم بیشتر جذب اصفهان بشن، غذا، میوه خیلی میذاشتن تو این کاروانسرا، خیلی که مردم میان رزق و روزی هم با خودش میاره، تجارتشون هم چیز بود دیگه. و همه جای ایران میگفتن بریم اصفهان غذا بخوریم، غذا مجانی بخوریم، بریم آذوقه مجانی بخوریم. تا اینکه 100 خورده سال پیش قحطی اومد کل ایران و همه فکر میکردن که هنوزم بابا خب مثلا همه جای ایران قحطی اومده، خب اصفهان هم اومده دیگه. فکر میکردن که اگه برن اصفهان هنوز چی اون غذایی ها هست. اومدن دیدن نه دیگه، تو کاروانسرا این چیزای خبرها نیست. هم میگفتن چقدر خسیسن، خسیس بودنش از اونجا آوردن. متوجه هستی؟ زنده باشد. انا که یک جا میریم دیدن میکنیم اصفهان نیمی جهان، نصف جهان، اصفهان نصف جهان. زنده و سربلند باشه دوستانم. سلام مخلصم. نه دوستان عزیز، آمده با یک جای تاریخی دیگه اش، یک جای تاریخی. درو چی گپ پیدا بود؟ نه طرف خونه آمدیم اگه پیش ما وردن این خیلی نزدیک ایست کس کن. برعکس گرفتیم عکس که ندارم از سه تا چای نبا جای خشرو نکن، جای خشرو، جای فورم، جای درجه اولی آب سخنهای ادبی خودمون آزاد صحبت کنی، همه در ایران خوش رو درجه اولی خطی میفهمن. می زبانی مادری خودمون خطی گپ زدن میگیری به حضور. فقط کلمه روسی درش خوش نمیکنی، نه نصد از خودمون برای میگی چیزا کس میکنی میگیم که خودمون بسیار عین همین بچه‌هاش خودمون پکلین خودمون که جای بشیم یکم وقت نمیگیم که چی فرمایش میدهید، نمیگیم که ادبی خودمون فرمایش میشود.
اینجا در مثال خمون میگیم زکاس کنیم اگه چی بخریم. مقصد که همه ادبی خمون و زبان مادری خمون استفاده ببرین در ایران همه میفهمن و همه دوست همه دارن این زبان خودمون. وقتی که ما صحبت میکنیم در هر جا با زبان مادریمون گوش کرده نیستن و مردمی توجه که به نهایت حرمت قدردانی مقصد سخت علم و دانش و فرهنگ و مدنیت و سخنرانی و انسانیت در بالا میدونن. میگن در حقیقت مردم تاجیک انسانیت در بالا رفتگن. آیا مقصد نه دین در کار دارن، نه مذهب در کار دارن، نه یگام چی در فقط چی را میخوانی و انسانیت بودنی زنده بود انسانیت میگن در خیلی ما هم همین چی را میخوایم زنده بود انسانیت آدمی آدمداری. ما میریم اینجا با کجای هست و فکر من اینجا در خیلی جای تاریخی رفته است موضوع خب با رفتن بگیریم جای تاریخی های در اومده تماشا کردن. شیبیه تایمی که الان ما هستیم زمان 2:10 دقیقه رو تو گوشی داره نشون میده و دقیقاً جایی که سایه این نشان داره میفته هم 2:10 دقیقه رو داره نشون میده. ساعت خوشی خوب گذشته بوده اینو اومدن روش عددم گذاشتن خوندنش کار هر کسی نبود. روی این الان عدد گذاشتن که طرف بر همه قابل تشخیص باشه. شب چی که خورشیدی؟ شب باید صبر کنه تو بیاد دیگه. چرا خوبه؟ این ساعت نامش روزانه شب کار نمیکنه بچه‌ها. فقط روز کار میکنه و سویا ساعت وای میشه. نقطهش نشون میده. این دیدین ساعت. برادرای عزیز سرودی چارباغ بالا چارباغ پایان چنار بلند یاری جان یکی چنار بلند جورا جان چنار بلند یاری جان لبان یارم نبات و خند هم خیلی سرود انا میجا بده این ما هم چارباغ پایان چارباغ بالا طرف چنارو رفته است من که چنار بلند رفته است چارباغ بالا و چارباغ پایان انا میجا بده خیلی سرود که همتون میدونید چارباغ بالا چارباغ پایان چنار بلند ای لبان یارم نبات چهارباغ که ببینید من اینا برادرات چهارباغ بالا چهارباغ پایان انا چنار بلند اینا دری چنارو داریم انا میگه بده چناروش انا میگه اینا ما قریب چند قدم تک تک چنارو رفته استیم سرسبز و زیبا اینا میگه تا با آخر هم خیلی رفتن انا برادرها همون میدانی که شب آمده بودیم با اینا در روز برادرها از دیگر شهرهای ایران اومده در اینجا نشسته عکس میگیره. هر جایی پرطرفدار اینجا جایی هست که همه مهمانی میآیند در اینجا. این سنگایی که میبینین انا دروازه همون چوگان بازی میکردن انا میگه دروازه بوده با اون طرف هم خیلی دورم خیلی دروازه مقصد که چوگان بازی میکنه مقصد شاه انا میجدا میشته انا میجدا اینجا جای شانشین اینجا اسب قطعی چوگان بازی میکنه. البته که در یادداشت‌های جلال الدین بلخی خوشو گوش کنید گپی مرا در یادداشت‌های جلال الدین بلخی نوشتگی که ما در لب دریای وخش به دنیا اومدگیون امیر تیمور لنگ ضبط کرده گرفته بود انا اونجا با اسبش چوگان بازی میکرد در لب دریای وخش انا میره تصدیق کرده برآوردگان در همین کتاب‌هاش استاد مرا نشون داد استاد معلم صحیح حمیدی مرا نشون داد که اینا ببینین که چوگان در کجا دارن دهی سنتودای ما بالا ترکده چوگان هست چوگان بازی میکرده. مسئله خورد و خوراک مسئله لباسا ارزان
با پول خمو که حساب کنین خیلی خیلی ارزانه اینجا که ما دیل خجور هم پرسیده اومده هم خوردن هم پوشیدن خیلی خیلی ارزان درون بزرگ داریم اینا و اینجا چیزی که در دنیا ببینی هست چیزی که بخوایی اینجا میوی چیزی که بخوایی اینجا میوی یعنی که مقصد چیزی که دیگه خود چیزی میگی و خودش عدل کوچه دارم الهی در کوچه دارم راست میری خرید میکنی جای ارزان هم هست جای قیمت هم هست لیکن در جمع بگیری اینجا ارزان اینجا یک غذای بوده که غذای معروف یعنی که جای خروخوری خوب اصفهان بودن بیشترهای معلوم هایی برو من میارم دنگه شوشون یه با نهنه با زعفران کجای گوسفند؟ ما همه جای گوسفند همه جای گوسفند؟ از گوسفند داری میگم؟ آره از همه جای گوسفند با نعنا و زعفرون نام خوراک چی باشه؟ به میگن بریون بیریون ها؟ بریون بیا اینجا بیریون این بیریون بودن اینجا دام میشه بعد اینجا بریون شوش نامش بیریون ها؟ بریون آره آقا اسم اینجا چیه؟ شاش گوسفنده؟ این جگر سفید گوسفند. جگر سفید گوسفند. این هم آب و آب پوشت بشه. همیشه. ولی همین یه ذره بی نهایت سیره. غذا سنگینی. غذا سنگینی. غذای وزنی نه ما میگیم خوراکی وزنی. یعنی که خوراکی وزنی خرایدا. خوراکی وزنی خور. نامش بیریون. ما گوشت بیریون میگیم یا بیریون همش از گوسفند داره. گوشت گوسفند. یادم در نشتگه ما منجا گرفته اومدیم خرمشون زده نشون آقایی چطوری کردیستن این همی شروع میکنیم این سفالی های بچه ها سفالی های شیره که میریزن خودش میشه جرغوت چکه یعنی چکه میشه جرغوت میشه ایش خیلی دو بخیدمان چالاو یعنی اینا همه بیریونش بریانی باز کن ببین بیریون که میکنی بریانی غذای اصیل اصفهانیه اونم آب ببینیم شاید باور نشه من اولین بار دارم بریانی اصفهان بکنم خیلی دوستشم بکنم خود اصفهان بکنم زبان قبل قسمت نشد یا خوراکای ملی اصفهان خلاصه همیش مدن عجایب اومدی بینید که شیر میندازن در کاسچه سفالی کاسچه مایده سفالی شیر غار میشه با خودش دیدیم آره یه قیمت بگیرم شما توضیح میفرده رو بفرمایید این بهتریه میشه گوسفنده اصلی نیم پخ میشه دو مرحله چرخ میشه داخل سری مصر با زعفرون نعنا تف خورده میشه و اینکه میزن داخل یقلبی و میزن داخل به شما سرو این هم که کنارشه جگر سفیده جگر سفید رو به قاطش کنید این هم پخته میشه و شما سروش کنید این هم آب گوشت همین گوشتی که داخلش پخته میشه گوشت کشک و نعنا خیلی خوشمزه نظر من خورش ماست هم چیز کنید کام کنم این چیز خیلی خوشمزه باید باشه نه اینه که بریانی رو بسم الله برادرای عزیز آمدیم چیل ستون یعنی که 40 تا پایه داره 40 تا ستون داره فهمیدین چی است 6.5 گیتار این هم خیلی چوقتی کردن دیدیم بچه 6.5 گیتار این خیلی چوقتی وقتم کردن
این دکتر شایکی جان میگم سمیت شاشینی دکتر هم خیلی چوقتی علاقه قریب دمی 200 سال رفته است این میگم خیلی استودیو لاک زدن استودیو نه کراسکاش کردن استودیو نامو چیلستون درو چیه نپا اینجا بزرگ هم بوده چیلستون نازی میدرویم با ترجمه حال شد چی گپ و چی خبره هم ماشه میفهمیم چیلستون اینا میدرویم خب چیلستون آقای علی گفت که کجا معقوله تا بریم نامای هر خیله گرفت نامایی که بعد فارسی نمیفهمی که چیه هر جایی را گرفت ناماشو من یکی چیلستون گفتم آه چیلستون میریم چیزی فارسی چیزی که ما در نزدیکه همون چیلستون یعنی که حاضی مش مودا نشون میتونم چیلستون چیه یک جایی رفتیم من اینجا اومدم گفتم برای چی اجاره چیلستون بگیم مقصد چیلستون مقصدش همین بوده که 20 تا ستون داشته اینجا دیدین 20 تا ستون اینو میذارم 20 تا عکسش در آب بوده اینجا داشت بریم عکسش در آب اون دیدین عکسش در آب اون عکسش در آب کی هست 20 تاش واقعی 20 تاش در آب عکسش بوده منم خیلی چیلستون میگفتم یا ام بالوخی ولی 20 تا ستون میگفتم میگن خیلی 20 تا 40 تا که میگن دام و 40 تا اینا این عکسش در آب نه واقعیش 40 ستون نمش نه برادرها در شیراز در 40 ستونش انا که میریم 40 ستون یک دیدم میگه ستون رو دیدیم ستون قدیمه یعنی 40 تا ستون ایگه رو بلکاری ببین یعنی ستون اکرمی سالای نمالو همه از چوب سلام علیکم خارجی نه فارس زبان بله بله زنده باشه تشکر اینه ستموشه که اما شهر خطی 4 طرف دیگه 4 تا اینجا جای آب بوده گه فواره جای فواره شد اینجا درود چی دام باشه بچه اینجا همه آینه کاری بوده اینجا که یک بار بریم درود چی دام اینجا آینه کاری خب اینجا به مثل موزه این حال فیلش شناختم فیلاش شناختم و این اسب سای دیدین یک داستان شوشه یک بار ببینید در روشا این چوی این چیلستون
دوستان عزیز 40 ستون هم که دیدیم 40 ستون 20 ستونش واقعی 20 دیگهش در این آب عکس که میگیره از اون طرف چکر نشان دادم این آب عکسش میبینم با میس جانوای نگاه عکسش در آب است که الان خیلی من هم 40 ستون میگم 20 ستونش در اینجا این ستون رو نگاه کنین که شیر خطی وای کرده دید بگید ستون شیره دیدین شیر کی هست چه چوای خلاصه که یک کروب گیردی همین کاخی تاو خوردیم 40 ستومه کاخی 40 ستومه تاو خوردیم هر یک ستومش هر یک نقاشیش هر یک چی خاصی خودش داره هر یک کدامش یک تاریخی خودش داره پورا هفته ها در کره ماه ها در کره که توضیح بدی که ایش ویا گفته نه یک کاخی بده که کاخ مسلمان ها در درش خیلی صورت ها را دیدیم در درونی کاخ مسلمان ها آمده سرود خانی هم میکردیم دو تا را می نواختیم یک تا پرست بودیم در همون سالهای قدیم آقا همین الان چهار پرسیدن بودم جنسش چیه امیرا این سخته این چقدر ببین تیکه تیکه چقدر قشنگ بریده شده ببینی بله درست است نه جنسش چی باشه چوبی چی باشه همین بعد بپرسم بهت بگم خب خبر است من فکر میکنم که چوبی و چشتمون مونده ای توت باشه نیوخه توت نیست توت نیست نازیانا میره فهمیدم نکنه چی باشه میرم از این لیدرش میپرسم خب بیا اینجا گفتم پرسیم که هم چوی چی باشه چی گفته بیا اینجا آقای علی میشه 1057 یعنی شاید واسه دوم از 1052 تا 1057 یه فضای ستون داری شبیه به این نه اینجا اضافه کرده که برخی از مورخین میگن 40 تا ستون هم داشته اون اولیه هیچ این تاریخ ساخته بره اولین کسی هم که اینجا دعوتش میکنن سفیر هندوستان بود بعد اون پایینی اساس آبی رنگه توش نوشته 1118 از هجرت نبوی بود که آتش به 40 ستون افتاد 1118 میشه زمان شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه صفوی یه مراسم اینجا برگزار میکنه تو مراسم یه آتش سوز اینجا رخ میده کل ستون و سقف و دیوار و پنجره و همه از بین میره کلا تا دم کاخم آستانه آتش رفته حالا اثرش هم بهتون نشون میدم بعد که خاموشش میکنن دیگه همه سوخته بود مجدد یه فضای ستون دار درست میکنن این دفعه با چند تا ستون 20 ستون بهش هم میگن 40 ستون چون اسمش 40 ستون بوده یعنی تصاویری که شما دارید میبینید تو عکس اینترنت و آینه کاری و فلان مال بعد از مرمتشه نه اون 40 ستونی که اون زمان بوده آخرین مثالش هم از مبارک با تال داره بلنده ایوان جمجاهی هیچ پس اگر قرار نبوده که صرفاً شما وقتی تو استخر تصویر ستون ها رو میبینید به اینجا بگید 40 ستون ساخت استخری که پشت سرتون به این بزرگی این کشیدگی به چه دلیلی بوده حالا من دلیل خدمتتون میگم بریم سمت استخر اگر شما تو میدون نقش جهان تشریف برده باشید طول میدون نقش جهان نسبت به ارزش نسبت 3 به 1 داره دوران گذشته وقتی می‌خواستن فضاهای مستطیل شکل را بسازن هم از میدون بالار یا هر چیزی در اینجا نگاه کنین موتورسیکل میشینن حالا شده خاموشی دخترها پیشنگیش هم دختره اخیمنگیش هم دختره این مردک دختره دیدین زنه که مردک در موتورسیکل میشینه رفتن میگیرن میگه نگاه باید نیست بس برادرها پولی قدیم ترین و پولی زیباترین در روی دنیا
اون 33 پول بود اونش بود دیگریش نیست این دیگه بود این یک تاکی همون پول پایان 33 پول میشود اینجا هر شو خیلی باز میاد هر شو که باز هر شوی خدام میده